صلی الله و آله و سلام حضور دارید. این شکر خدا که روز سعید جمعه این نماز جمعه را السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و همه شما دوستان عزیزم، مردم تاجیکستان سربلندم سلام خدمت میرسونم از منزل جوگه پیغمبر خدا روزه پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم. اینا برادر، امروز روز جمعه خواستم روز جمعه را به همه شما مبارکباد بگم. روز سعید جمعه به همه مبارک باشد. دوستان عزیزم، در جای مدروی دیدن میکنیم. السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. آن دوستان عزیز، در درون مسجدی پیغمبرمون محمد صلی الله و آله و سلم حضور دارید. اکای بوراوی مارکه بوی زیباترین بوی چی بود شما؟ بوی عطرهای مدینه خود شد. اوی زمزم بوده. اوه زمزم اینجا ما. یا. برو. اینجا اوی زمزم. چون که داشتی دوستان؟ اوی زمزم بسم الله الرحمن الرحیم. باید شفا. باش خوش به حال خداوند شفای کامل عطا کنه. شکرانه. اینجا آروم بوده ها؟ اینجا آروم بوده. آرومی آروم. آرومه اینجا؟ اینجا با آدم آروم میشینه اینجا. دلت روی میشه ها؟ دلت میمونه. کلانی مسجد دیدی؟ بهترین جا. یا همس رفتن میگی؟ چی نگو؟ حالا شو بوی قرآن بخونید آگی. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مدینه فهمید یک خون بسم الله الرحمن الرحیم. اینا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونستغفر بدايتين شو يا قرآن؟ بها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
شکر خدا که روز سعید جمعه اینا نماز جمعه را در مسجد رسول الله میخونید. اینا دوستان عزیز، ما راستی که همه جا را دیدن کردیم، تماشا کردیم، فقط چمون زیارت ممنون باید پیغمبرمون محمد صلی الله علیه و سلم روزانش از زیارت بداریم سر قبرشون. ان شاء الله نوبت مون انتظاریم، ان شاء الله که باید بداریم.